هاروی گلاتمن در 10 دسامبر سال 1927 در شهر نیویورک به دنیا آمد و در اوایل کودکی به دنور نقل مکان کرد. هاروی از بچگی تمایلات خیلی عجیبی داشت. همیشه از اجتماع دور بود و مریضی روحی روانی داشت. اون به آلت تناسلی خودش نخ می‌بست و اونو می‌کشید تا به لذت جنسی برسه. اون بچه‌های دیگر رو مجبور می‌کرد تا به آلت تناسلیش دست بزنن که لذت بیشتری از این کار ببره. مادر گلاتمن اون رو پیش دکتر میبره و دکتر میگه که پسرتون دارای مریضی روانی حادی هستش که درمانی نداره و تا آخر عمرش مجبور باهاش سر کنه. توی سن نوجوانی گلاتمن شروع به نفوذ به آپارتمان‌های زنها و سرقت لباس زیر آنها کرد و با گذشت زمان اون شروع به تعقیب زنها و تجاوز جنسی به اونها شد که در نهایت در آگوست 1945 گلاتمن به جرم رو بودن و تجاوز جنسی به یک زن محکوم به 5 تا 10 سال زندان شد. ولی به خاطر داشتن بیماری روانی در سال 1945 از زندان آزاد شد. گلاتمن در سال 1957 به کالیفرنیا نقل مکان کرد. اون می‌خواست مدل‌های آمریکایی رو از طریق پیشنهاد کار به قتل برسونه. او با آنها تماس می‌گرفت و به اونا پیشنهاد کار در مجلات پالپ را میداد و از این طریق اونا رو به آپارتمان خودش میکشوند و دست و پاشون رو میبست و به اونا تجاوز میکرد و در حین این کار از اونا عکس میگیره و اجساد اونا رو در بیابان میاندازه. اولین قربانی گلاتمن زنی به نام جولیس دال بود که گلاتمن با اون تماس میگیره و پیشنهاد پول خیلی زیادی به اون میده. اونا سر یه ساعت مشخص توی خونه گلاتمن با هم قرار میذارن و گلاتمن بعد از بستن دست و پای اون این عکس رو از اون میگیره. به همین طریق گلاتمن قربانی‌های بعدی خودش رو پیدا میکنه و در حین تجاوز از اونو عکس میگیره. قربانی بعدی اون زنی به نام روز مرکادو بود که از طریق روزنامه لونلی هرت به اون رسیده بود. گلاتمن همچنین مظنون به قتل بولر جین است. قربانی که جسد او توسط کوهنوردان در نزدیکی کلرادو در سال 1954 کشف شد. گلاتمن در سال 1958 دستگیر شد و در جریان رو بودن زنی به نام لورین ویژل که میتوانست قربانی بعدی او باشد گرفتار شد. طریق دستگیری گلاتمن اینجوری بود که یک مأمور گشت اون در حال درگیری با زنی در کنار خیابان دیده بود و او را دستگیر کرده بود. او به 4 قتل اعتراف کرد و در نهایت یک جعبه سیاه به پلیس نشون داد که عکس قربانیانش داخل اون بود. گلاتمن در 2 فقره قتل مجرم درجه 1 شناخته شد و به اعدام محکوم شد. به نظر می رسید که او از این حکم راضی بود، به طوری که حتی افراد نزدیکی که سعی در نجات اون داشتن ازشون میخواست که تلاشی برای نجات اون نکنن. و سرانجام گلاتمن روانی داستان ما 18 سپتامبر سال 1959 در اتاق گاز زندان ایالتی سن کوین اعدام شد.